دوم اساسا اونهایی که از پی جشن هستن، یعنی همیشه دوست می‌دارن یک تشکیلی باشد، یک جشن باشد، می‌بینید که همیشه مردمی از درون زیق هستن. قلب‌های ناآرام و خاطرهای پریشانشان همیشه نفس آنها می‌خواهد که یک جشن باشد که آن ناآرامی خود را دور کنند یا گفتیم قلبشان را آرام کنند. ولی عزیزان با این جشن‌ها، علل خصوص جشن‌های کافران و با این تقلید کاری به غیر مسلمان، اصلا قلب‌ها آرام نمی‌شود. چی می‌شد؟ همون دسترخوان‌های سال نویه که پر از گناه است، هیچ خیر ندارد، هیچ برکت ندارد. آنها رو به یک قمبغل که تقریبا همه ما در تاجیکستان که همه میدونید 90% گویم هم خطا نمیکنیم مردم شرایط پست دارن، به یک خیش و تبار محتاج خود آن خرج و خراجات این سال نوی پر از گناه رو به او سپاریم